اهورامزدا برای اولین بار آتش را به چه کسی نشون داد؟ چه کسی در ایران جشن سده رو بنیانگذاری کرد؟ عزیزان، به شاهنامه خوانی خوش آمدید. در قسمت قبل با همدیگه دیدیم که به چه صورت کیومرث مردم رو گرد هم جمع میآوره و زندگی یک جانشینی رو بنیانگذاری میکنه و تاج پادشاهی بر سر میگذاره و اولین پادشاه ایران زمین میشه. تنها دشمن کیومرث که دیو سیاه بوده بر اون میتازه و در نبردی که سر میگیره سیامک پسر کیومرث کشته میشه و کیومرث پس از سوگواری به کمک هوشنگ نوه خودش داد خود را از دیو سیاه میستانه و با آرامش دنیا رو ترک میکنه و از جهان میره و به این صورت پادشاهی به نوه کیومرث یعنی هوشنگ میرسه. هوشنگ دومین پادشاه ایران زمین میشه و بر تخت پادشاهی پدر بزرگ می نشیند. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. گشت از برش چرخ سالی 40 پر از هوش مغز و پر از رای دل. هوشنگ مردی بسیار باهوش و با فراست بود و در بین مردمان خودش با عدل و داد حکم فرمایی می کرد. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستم کمر. از زمانی که هوشنگ به فرمان روایی ایران میرسه یک دگرگونی بسیار زیادی رو در ایران زمین پدید میاره و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. یک روز هوشنگ با همراهان و اطرافیان خودش در قلمرو خودش در حال گشت و گذار و سرکشی بوده که به یک کوهی برخورد میکنند. از کوه بالا میرند. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. همینطور که هوشنگ و اطرافیان در کوه به پیشروی خودشون ادامه میدادن یک جانوری رو از دور دیدن که به نظرشون خیلی عجیب بود. یک حیوان یا یک جانوری که دراز و سیاه رنگ بود و حرکت‌های بسیار تند و تیزی رو داشت. تا به اون روز هوشنگ و دیگران همچین موجودی رو ندیده بودند. همونطور که در قسمت پیشین گفتیم از زمان کیومرث بسیاری از حیواناتی که در اون منطقه زندگی می‌کردند، چه حیوانات اهلی و چه حیوانات وحشی، پناه آورده بودن به منطقه‌ای که کیومرث زندگی می‌کرد و هوشنگ با تمام حیوانات اون منطقه آشنا بود ولی چنین موجودی رو هرگز ندیده بود. بر روی سرش 2 چشم قرمز رنگ داشت و از دهانش یک دودی خارج می شد که انگار جهان رو تیره و تار می کرد. شاید یک موجودی شبیه یعنی بین مار و اژدهای همچین چیزی بوده. 2 چشم از بر سر چو 2 چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. خب هوشنگ نگاه به اطراف خودش میکنه و از اون جایی که مردی بسیار نیرومند و قوی هیکل بوده یک سنگی رو بلند میکنه تا به سمت این حیوان پرت بکنه و اونو از اون ناحیه دور بکنه. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همانو همین سنگ بشکست گرد. سنگ رو محکم پرتاب میکنه اما سنگ به مار برخورد نمیکنه و به یه سنگ بزرگتری که در روبرو بوده برخورد میکنه و از شدت ضربه‌ای که این سنگ داشته هر 2 تا سنگ میشکنن. فروغی پدید آمد از هر 2 سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. از برخورد 2 تا سنگ با هم یک جرقه، یک فروغ و یک نوری حاصل میشه. نشد مار کشته ولیکن ز راز، از این طبع سنگ آتش آمد فراز.
خب آتش بدین صورت بر هوشنگ رخ می نماید و اهورامزدا برای اولین بار آتش رو به هوشنگ نشون میده. جرقه های آتش به اون چوب های خشکی که در اون اطراف وجود داشته میگیره و آتش شعله ور میشه و باعث حیرت هوشنگ و اطرافیانش میشه. مار هم با دیدن شعله های آتش از اون قسمتی که اینا بودن میگریزه و فرار میکنه. هوشنگ و اطرافیان با دیدن همچین چیزی که تا به حال ندیده بودن در شگفتی فرو میرن و با توجه به اینکه اون حیوان هم از اون ناحیه به علت وجود این آتش فرار میکنه، این نور رو یک هدیه‌ای از ایزد برای خودشون فرض میکنن و هوشنگ رو به آتش میاره و آتش رو قبلگاه خودش قرار میده و شروع به پرستش ایزد یکتا میکنه که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. و به اطرافیان میگه که به گفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. شب هنگام که میشه اینها میان آتش رو شعله ورتر میکنن و آتش بسیار بزرگی رو برپا میکنن و کوهستان روشن میشه. تا به اون زمان مردم از نور ماه فقط به عنوان روشنی بهره‌مند بودن و استفاده میکردن در شب هنگام و از اون لحظه این آتش علاوه بر این که حیوانات رو از اونها دور میکرد و یک امنیتی رو براشون ایجاد کرده بود، یک نوری رو هم براشون ایجاد کرده بود و کوهستان رو روشن کرده بود، به اضافه اینکه گرما هم برای اینها تولید میکرد. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. پس شاه و اطرافیان به دور اون آتشی که ایجاد کرده بودند به شادی و پایکوبی میپردازند و جشنی رو میگیرن و خدا رو شکر میکنن. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. اسم این جشن رو سده میذاره و با همراهان به شادی و پایکوبی میپردازند. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. از زمانی که هوشنگ آتش رو کشف میکنه اتفاقات بسیار زیادی در زندگی مردم اتفاق میفته و زندگیشون پیشرفت بیشتری میکنه. یکی از اون پیشرفت ها این بوده که اونها به آهنگری روی میارن. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، از آهنگری اره و تیشه کرد. خب از سنگ آهن که وجود داشت توسط آتش اینها اومدن اونو ذوبش کردن و برای خودشون سلاح و ابزار تولید کرد. تا قبل از اون از چوب و سنگ و شاید از بعضی از اندامهای حیوانات به عنوان سلاح و ابزار برای خودشون استفاده میکردن، ولی دیگه وقتی آهنگری رو شناختن تونستن برای خودشون ابزار مثل اره، تیشه و خیلی چیزای دیگه درست بکنن. چون مردم در کوه زندگی میکردن و در غارها زندگی میکردن، آبی که داشتن وابسته به میزان بارش باران بود و در فصلهایی که باران نمیبارید با مشکل کم آبی مواجه بودن. یک روز که هوشنگ و اطرافیان در اطراف محل سکونتشون گشت می‌زدن، به یک منطقه وسیع و پرآبی برخورد کردن، یک برکه بزرگی یا یک جایی مثل یه دریاچه مانندی برخورد کردن. هوشنگ و اطرافیان فکر کردن که ما چگونه میتونیم از این آب بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم از این آب. از اون جایی که دیگه اینها سلاح داشتن و ابزار برای خودشون تهیه کرده بودن و مردانی نیرومند و قوی هیکل بودن، هوشنگ راهنمایی کرد و به مردم آموزش داد که زمین رو بکنن و جوی و نهر حفر کنن و آب رو هدایت کنن به سمت محلی که خودشون زندگی میکنن. به جوی و به رود آبها راه کرد،
به فرخندگی رنج کوتاه کرد. پس در زمان هوشنگ یه همچین مسئله بسیار بزرگی مثل کم آبی هم حل شد و مردم به آرامش بیشتری رسیدند. چراگاه مردم بدان برفزود پراکند، پس تخم و کشت و درود. همینطور به مردم آموزش کشاورزی داد و یاد داد که چگونه از تخم گیاهان استفاده کنن، اونها رو بکارن. دیگه مردم الان آب هم در دسترسشون بود و کشاورزی براشون راحت تر شده بود. تحولی هم همچنین در نوع غذا خوردن مردم به واسطه داشتن آتش ایجاد شده بود. برنجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. دیگه مردم میتونستن غذاهایی رو که میخورن بپزن و از اون استفاده بکنن. یکی دیگه از کارهایی که هوشنگ برای مردم سرزمینش انجام داد این بودش که به مردم آموزش داد دامپروری کنن. این هم نکته خیلی جالبی بود. از چهارپایان بتونن چجوری استفاده بکنن برای حمل و نقلشون، برای کشاورزیشون و این حیوانات رو اومد جدا کرد و به پرورش این حیوانات پرداخت. جدا کرد گاو و خر و گوسفند، به برز آورید آنچه بود سودمند. پس اینم از دامپروری مردم. و آخرین اقدامی که هوشنگ برای مردم سرزمینش انجام داد این بودش که تحولی رو در پوشش مردم ایجاد کرد. همونطوری که گفتیم در زمان کیومرث مردم پلنگین پوش بودن، از پوست پلنگ برای پوشش خودشون استفاده می‌کردن. در زمان هوشنگ مردم به تدریج یاد گرفتن که از پوست حیواناتی مانند روباه و سنجاب و قاقم هم میتونن برای پوشش خودشون استفاده بکنن و برای خودشون حتی بالاپوش هم تهیه کنن. بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. هوشنگ شاه در زمان پادشاهی خودش خدمات بسیاری رو برای مردم ایران زمین انجام داد و تحول بسیار بزرگی رو در زندگی مردم ایجاد کرد. برنجید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و به جز نام نیکی نبرد. زمانه ندادش زمانی درنگ، شد آن هوش هوشنگ با فر و سنگ. زمانی که وقت رفتن فرا رسید، هوشنگ با تمام هوش و فراست که داشت از دنیا رفت و پسر او طهمورث پادشاه بعدی ایران زمین شد. عزیزان، در قسمت بعد با هم پی خواهیم گرفت که طهمورث دیوبند چه کارهایی رو برای ایران انجام میده و چه اتفاقات جذاب و تحول بزرگی رو برای ایرانیان برمقام میاره.